آره وایس جیم فامیلی چطوری؟ خوش اومدید به یه ویدیو خفن از چنل آقا صدرا جی ام. امشب ما اومدیم تهران پارس و قراره یه شبگردی زیبا داشته باشیم. لو نده دیگه میان دنبال ما اومدیم آقا یه دونه شام بزنیم و هم یه دوری هم بزنیم تو این خیابون. از اونجایی که شبگردی شدید داریم، جیگر گشنشه، میخوایم بریم الان بهش غذا بدیم. آره میخوایم سیب زمینی بهش بدیم. هم نخوابیده هم گشنشه. فکر کن بری باشگاه هم قبل باشگاه چی نخوری هم بعدش. این دیگه الان وضعیت ایشونه. واقعا خیلی حرفه. خیلی خوب آقا بریم الان برای سفارش دادن غذا و شما ما رو در این صحنه همراهی میکنید. خب آقا ببین چی داریم. نگاه کن. پپرونی، پنیری، چیز فرایز. من چای میخوام. چای نداره. حاجی هات شات مگه نمیشه از این بگی؟ مگه نمیشه از این نوشیدنی ها مثلا میگن شات فلان؟ نه فکر نکنم. شات مثلا یه شات اسپرسو، یه شات اسپرسو. هات شات یه چیزیه که هات باید شات هم هست دیگه. هات. خب آقا پپرونی، پنیر. اینجا نوشته زیرش که چیا توشه. من اینو نمیخوندم. دیگه چیز فرایز یعنی پیتزا سس چدار. سیب زمینی بیس همش. آره همشون سیب زمینی. همش زیر روش مثلا تاپینگ دیگه. فرایز بس ببینم توشون چی داره. کریسپی چیکن هست. کریسپی. خب بیکن چیه؟ بیکن یه دونه سوسیسیه. خب البته اگه اشتباه نکنم بیکن یه سوسیسیه که نمیدونی. خسته نباش. موهای من خوب است. نیست فقیر نیستم. موهای من خیلی اعصابش گرفته. آره. آقا ما بریم یه چی بگیریم. بریم فقیرا کنیم ببینیم چی هست دیگه. بریم یه چی میگیریم بریم سفارش ببینیم چی داره. نوشابه هم مشکی دیگه. مشکی نوشابه بگیریم. برو تو. یا الله. بس چه ده؟ یا الله. چای اینجا. خب چیز میگیرم. نشون خوب هست. یادای پنیری، سوسنگی کچاپ، یه سیبلا، یه دیپ چدار، یه دیپ چدار، دو تا هم نوشابه. آره بله. یه سوشال انگزایتی بذاریم کنار. سوشال انگزایتی چیه؟ استراب اجتماعی. استراب اجتماعی تو بذار کنار بچه. استراب یعنی چی؟ استراب اجتماعی یعنی که تو الان میترسی اینجوری کنی. میترسی؟ نه. تو بگیر. چرا میگیش تو ویدیو تو؟ من چرا بگیرم؟ با این میکروفونش این بره. آها. من اصلا همون ور گرفتم. سلام. دست جلو بابا دانشمند. بیا. ادیتو من قراره بکنم. بفرست من بزنم. میخوای بزنم؟ بزن. بفرست من بزنم. من تو بشینم ویدیو رو ببینم. آره تو میشینی میبینی ویدیو رو به جای که ادیت بزنی. آره دقیقاً. بگی بالا. خوشمزه. میکروفونش این بره. استریو مگه نیست؟ چرا؟ خب دیگه اینجا باید یه دونه همین پای کوچیکای اینجوری. آره ان شاءالله میخرم فردا. چیز کن نگاه اون پای میکروفون تو بردار. سریع مونوپدتو به من بهش. اون پایش خیلی قویه. پایش خیلی قویه بعد کوچیکم هست جاش میشه. خیلی نزدیک نیستی؟ نه. کیفیت واو. شما انجام واسه بیارم موها رو برش کنم. خیلی خوب بریم ما سفارشمون رو صدا زد بریم چی؟ ما تهران پارس. تهران پارس. چیز میذارم خریدیم. سیب زمینی اومد. آقا گفته بیا شام مهمونت بکنم سیب زمینی بهت میدم. شده مثل ویدیوهای آریا کروکسر میرفت رفیقاشو مکدونالد میداد. زحمت کشیدی آقا. خواهش می‌کنم. اصلا حالا می‌دونی بعدش هم چی میچسبه؟ دسر میچسبه. دسر چی؟ یه معجون سنگین. ببین من خیلی دلم می‌خواد الان بعد این حالا بعد از مشاور اینا یه دونه ژله بخورم. بس دسر چیا داریم؟ تو دسر مثلا کاتگوری دسر چی داریم؟ کاتگوری دسر تیرامیسو. بعد میچسبه. نه نخوردی؟ بعد ده 80 که ده 90 زندگی کرده، ده 80 که ده 60 زندگی کرده. نگاه قیافه من کن، نگاه قیافه خودت. پیر شدم من تو راه داری و شیخ خالی. آقا بریم تا ما این سفارشمون رو صدا بزنم بیاریم بعد شروع کنیم خوردن. ما یه نیم ساعتی میشه وایسیم تا 326 رو خون. ما 8 میونه. راست اون میکنه هواپیما. من گشنم. این گشنه شکمم حتی خوابیده. اصلا نه میبینه نه میفهمه. من گشنم.
بچه‌ها اگر دوست دارید دفعه بعدی میام اینجا همشون رو بخرم، همه چیزاشو بخرم، تکنیکاشو بخرم، 1000 تا ویو برسیم. 328 آقا بریم بیایید. خب این یکم وایسا کجا، البته اب نداره. کجا چرا انقدر چنگول داریم ما؟ چرا برداشتی؟ من برام سوال بود چرا برداشتی؟ 10 تا چنگال چرا برداشت. بشکنه خب دفعه پیش است. پس 9 از 10 تا الان. من تو این گرما نمیشینم. اوه کولر میخوای بگیریم واقعا؟ آتریش میخوابه بدون روشن کردن. خب بیا آقا ظرفو بیار نشون. بابا برای تو بازی میشه. یعنی اونی که وا شده برای توه پس. برای تو، برای من جلو نیست، الان پشت. شما یکم درگیری داریم با خودمون. بله غذا رو هنوز نشون ندادیم. غذا میستریه. غذا نداریم. جایزهای مستر بیست. این همه تا تهران پارس اومدیم غذا نداریم بچه‌ها. غذا رو بردا نشون بده تا من اینو واکنم. بچه‌ها غذا رو بریم همش گوشته. کاش 2 تا میگرفتیم. حالا میرم من میگیرم. جدی میری؟ آره میرم اگه واقعا نری. درام گفت ببین دیپ آوردن برای دیپ چیه؟ دیپ سس. دیپ سس. ببین یه اسمای سوسی داشت، من حقیقتا من نمیدونم اینه چی بود. سس سیر واسه خودشون کالید زدن. مثل فرمول همبرگر خرچنگی مثلا. اینم که آقا آریان خودش دوست داشت کچا ببین بچه‌ها دلش نمونه. ببین جدی نون نیاوردیم. نون کاشکی نون می آوردیم، نون لواشی موقع اینجا باز آقا بریم اولین وایسا. یکم پایین نیست، چی بالا نیست. چی بالا نیست؟ آقا چقدر درازه. دراز خوری بچه بیم. سس سلام سس برا چیرز زمانیش خوبه خدایی. زمانیش هست. 2 تن سیب زمینی اون پشت گذاشته داره میپزه. میخوای خوب سیب زمینیش میگه بلژیکیه. حالا ما ندیدیم. سوسیس اون بلژیک. سوسیس. وایسا منم سوسیس. نه کنارشه. من اصلا یه سس دیگه هم داریم به قرآن. 2 تا سس دیگه هم داریم حتی. بزن بیا. این نمرهش 9 از 10. میدونی واسه چی 9 دادم؟ به خاطر اینکه یکم سرده. یکم آره سرده. یکم سرده. البته اینم هستش که ما کولر گرفتیم تو ماشین. خدا آریان گرم میشه. ما کولر هم گرفتیم. تو گرمت نیست؟ نه من گرمم نیست. بچه‌ها اگه دوست دارید میگم بازم تاپینگای همشون برام، همه تاپینگاشو برام بخرم، این ویدیو به 1000 تا لایک برسه میرم میخرم همه تاپینگاشو. همشون میخرم. باید 5 نفرسیم بخوری دهن تو خالی کن. دهنم پر حرف راست. YouTube please do not do not delete this video. This is jungle. Yes, I This can. is used for eating food. I can. I can please leave me. Bring me out. She would go drive without me. You go, I'm not go. من برداشتم، تو میخوای بخوری؟ بچه داشتم میگفتم هرچی هم که نتونستیم بخوریم میدم کمک میکنم به کودکان بیکار و کودکان چی میگم بهش؟ کودکان کارا کمک میکنم. اوه ببین سوسو میگی نریخ هیچی نمیشه سوسیس دلتون نخواد. امیدوارم ساعت 3 شب که دارین اینو میبینین یه چیزی توی یخچال داشته باشین، یه چیزی جلوتون باشه. کاش که اولش بگیم که آقا همراهتون غذا بیاریم. میدونی همیشه مشکل من چیه؟ این که ساعت 3 شب مثلا تو اکسپلورم یهو واسم چیزای غذایی میاد. اونجاست که آدم هم دلش ضعف میره، هم نمیتونه پاشه یه چیز بخوره چون چیزی روی یخچال نیست. و همین دیگه. بچه آریان چنل داره، چنل یوتیوب. اگر دوست دارید ویدیوهای ما رو اونجا ببینید، ما یه ویدیو همکاری ما هم گرفتیم. اینم دومیشه همکاری. نه اینجا میاد یه جا اینجا که خالیه ویدیوش میاد. اینجا که خالیه.
بریم حتما ببین. یه چنگال از دست دادیم حقیقتا. نشکست انداخت جنگالو. افتاد دیگه، اونم باقل خوردن نیست. میگم این سست هم میخوای آخرش پورت بکشیش باز نوشابه. این سس گذاشته آخر با نوشابه. آقا همین ترکیب قوی نوشابه و سس چی؟ دیپ چناره. دیپ چناره. بچه میدید چرا اولین ویدیو غذایی گرفتم؟ به دلیل اینکه آدم گشنه. آدم گشنه‌ایم. یعنی شکم پرست شدیدم. یعنی ساعت 3 صبح مثلا فکر کن 10 تا پفک میخورم، 8 تا چیپس، 6 تا شکلات. الان شکلات نمیخورم. میریم تو میت بعد این کانتر هر دقیقه میبینی چیزه یه صدا چیپس میاد باز میشه، یه صدا خرچی میاد باز میشه، داره میجوه همین و با دم پر میگه اگه من اگه کاش میشد اینا رو بگی ولی نمیشه. آره جوره بچه وای نه آره ولش کن سوسیسه رو بذار تو باجی وضعیت ما نزدیک بود. حالا شلوار چی میندازی لباسشویی میشوره. نگاه کن دستمال اون ته، نگاه اون ته، اونا اینا دستمال. بچه‌ها بهداشتی باشید حتما بهداشتی رو رعایت بالید. خیلی خوب آقا ما اینجاییم اومدیم الان قدم بزنیم هم برو باشیم از چند تو باید سلام. آقا سردار بیا نگاه کن بیا میخوام انگلیسی یادت بدم. انگلیسی آقا وقتی میخوایی میری تو کشور خارجی بعد مثلا میخوای یه نفر میاد میگه where are you from brother I'm from Istanbul brother. from Istanbul معلومه from Istanbul. استانبولیش برعکس. from Istanbul نه from Istanbul نمیرسه دستم باش. علی رضا چه پسری چه پسره. ببین آریان خدایی بریم یه دونه چیز بخوریم. چی های اصلا ببین اصلا بخوریم میمیری. بریم آقا بریم. آقا صاحب اینجا علی رضا چه پسری. علی رضا اینجا اسمش چی بود؟ سنباد بود. علی رضا الان شده. بریم آقا بپرسیم اسمش علی رضا یا نه. شهاب تای استایل هم خیلی خوشگله. عینک حاجیه. بریم عینک حاجیه. حالا هی بگو آخرم ببینه. آخر میبینه پدرمون نه. خیلی خب بریم یه سفارش بدیم ببینیم چی. ببخشید. خیلی خب آقا صاحب چی سفارش دادی؟ فندق چی؟ فندق داریم. بریم. وای من دوباره فقیر شد. بزن چه شکلی هم اون که استایل خیلی اسکینه این اصلا. اسکین همین این میدونی چند هزار دلار پولشه؟ اسکین مهم نیست. اسکین مهم. سلام آقا علی رضا. علی رضا کجاست پس؟ خونه‌ش 8 به بعد میره؟ ای بابا علی میاد که رضا. بعد 8 به بعدم بره. نیست. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. مرسی. علی رضا نبود ناراحت شدم. هلو بچه‌ها اومدیم دسر. بابا این ویو داره. بابا برو ویو داره. بچه‌ها دسر رو نگاه کن. برای ویو بچه‌ها رو میخوای ویو. نه بچه‌ها من نوشابه میخورم. من با اینا حال نمیکنم. خیلی خرید. من 2 تا قاشق گرفتم برای کی پس؟ بچه‌ها نگاه کن چه کشسانی داره. آریا بیا یه دونه با هم بخور. دلت نیاد. بسم الله بگو شیطان باید چیز هم خوراک نشه. موزم بذارم؟ هر چی دوست داری بزن. موز میخوام. موز با ورزشکاری باید موز بخوری. الان میخورم میذاری بزن. نیافته. نریز آریان. اینجا من خیلی حجمش زیاده ولی چرز توفتو خیلی خوبه. نخ خدای خوب نیم. خدای خوبه. اینا خوشحالی. آریان گفتش فقط معجون هم نمیشه.